نوجوانی در تعارض با پدر مادر خروش، او طلبکار است و میخواهد دو گوش. خستم کردی بابا، میگم نمیشه، زوده. ای بابا آخه چرا؟ هنوز خیلی مونده راه و رسم کار کاسبی رو یاد بگیری مراد. همه فوت و فن کارو بلدم. اگه شما یه پولی بهم باز بدی. گفت پول. ای بابا خب پس من چیکار کنم؟ مراد پسرم، هنوز خیلی زوده، یه چند وقتی صبر کن، بزرگتر که شدی خودم کمکت میکنم بابا. بابا من دیگه بزرگ شدم، 14 سالمه. هنوز خیلی کم تجربه ای بابا، هنوز زوده. آخه تا کی شاگرد این اون باشم؟ مراد پسرم، خب بیا پیش خودم، بیا در مغازه. آخه چی؟ آخه راستش چی؟ خجالت نکش بابا. من کار شما رو دوست ندارم. چرا؟ مگه چه عیبی داره بابا؟ مگه غیر اینه که از صبح تا شب سوزن میزنم، گیوه میدوزم که یه لقمه نون حلال در بیارم؟ نه، ولی من میخوام یه کار و کاسبی حسابی را بندازم. این روزا نون تو تجارته، میخوام یه تاجر بزرگ بشم. پسر گلم، تجارت کار هر کسی نیست بابا، مشکله. بابا الان زمونه عوض شده، ما برای آینده برنامه میریزیم. آینده، برنامه ریزی، تجارت. فقط اگه شما یه ذره پول مثل این که بدم. حرف زدن با تو فایده ای نداره، پاتو کردی توی کف. آخه بابا. همین که گفتم. ای بابا والا دیگه نمیدونم از دست این بچه چیکار کنم، همش تو خواب و رویاست. هیچی نشده میخواد تاجر بزرگ بشه، هرچی هم بهش میگم زوده گوش نمیکنه که نمیکنه. حق با شماست، ولی خب این بچه هم باید از یه جایی شروع کنه دیگه. ای بابا شما هم که داری حرف این بچه رو میزنی که بابا. خب ما باید کمکش کنیم، حالا با سرمایه کمتر. گفتی راه و رسم کار کاسبی رو بلدی دیگه. بله. خیلی خوب مراد. بابا جان این گاو بردار ببر بازار، بفروش و سرمایه کن بابا. ولی آخه بابا من این گاو دوست دارم، خودم بزرگش کردم. نمیشه گاو نفروشم؟ همین که گفتم، انتخابش با خوده. آخه چی کار کنم؟ گاو بفروشم؟
بفروشمش یا نفروشم؟ چی شد؟ تصمیمتو گرفتی بابا؟ میبرم میفروشمش. مادر مطمئنی از پسش برمیاد؟ بله. خب لااقل بذار پسر گلم بابات باهات بیاد. نه لازم نیست، تنها میرم. یکی همراهت باشه بهتره. راه بیا بریم بابا، راه بیا بریم. ای بابا چرا من هر موقع میخوام یه کاری بکنم شما میخوای بیاد؟ بابا من دیگه بزرگ شدم. خیلی خوب بابا مراد، تو دیگه بزرگ شدی. باشه بابا، فقط حواست باشه که ما فشنگ در نیارن. حواسم هست. مراد نگاه کن. بله. یادت باشه این کام حداقل 50 سکه میارزه بابا. 50 سکه. برو به امان خدا بابا جان. برو بابا خودت هم باهاش برو دیگه. بچه تنها بریم تو بازار. راه بیا بریم بابا، راه بیا. که داریم میاد بابا. آقا فروشه؟ بعد آقا فروشیه. جناب بزخالتون چند؟ بزغاله چی آقا؟ این گاوه. تا حالا گاو ندیدی؟ من گاو ندیدم. گنجیش که امسالی داره به گنجیش که پارسالی درس یاد میده. عجب دوره دمونه ای شده والا. آقا خب نمیخری بگو نمیخرم دیگه، چرا تو سر مال میزنی؟ صبر کن بسان جون. چرا ناراحت میشی؟ ایشون که منظور بدی نداره که، منظورشون اینه که این گاو شما قد یه بز میارزه. میدونی چرا؟ چون که یه جایی موهای بدنش ریخته، از پیریه. گاوه که پیر شده موهای بدنش ریخته. خوب که نگاه میکنی سمش هم عین بز شکافته است. لابا چیرم نمیده. میده. حالا این بزتون این گاوتون ای جان چند؟ سکه. 50 سکه. پسر جون این گاو تو خیلی بیارزه با 2 سکه. خیلی 2 سکه؟ بله. مراد پسرم یادت باشه این گاو حداقل 50 سکه میارزه. من کمتر از 50 تا نمیدم. نمیدی؟ نده، انگار نوبرش آورده. این فروشنده نیست، بریم پسر. بابا اوستا بیا بریم، این کاره نیست. آقا من اصلا به شما دوتا نمیفروشم. نفروش. ولی ببین این پسر زرنگه با میتونه، اینو حتما میتونه. میفروشه. 50 سکه تا میفروشه. میبرمش بازار تا ظهر نشده میفروشمش، اونم 50 سکه. شما ببر بازار بفروشون 50 سکه. اوستا گو چند سکه؟ 50 سکه. بریم پسر دیره. اوستا میگه من اینو 50 میفروشمش. مراد تنابه گاو کشید رفت و به بازار رسید این در و زد اون در و زد همه کاسبان و سر زد مراد به هر کی رسید هر کسی که گاو دید گاو به چه کارم میاد برو بزار باد میاد گاو به چه کارم میاد برو بزار باد میاد
سرگشته و پریشون مراد نشست تو میدون. پس چرا کسی گاوو نمیخره؟ بهتره برگردم خونه. ولی اگه با گاو برگردم؟ پسر تو که هنوز اینجایی که؟ پس چرا گاوتو نفروختی؟ بازار داره تعطیل میشه. استاب کنید. میگم نمیشه که یکم بیشتر بخریدش؟ ببین پسر، این گاو عمر خودشی کرده. امروز فرداست که بره اون دنیا. نه، راست کار ما نیست. باشه، پس من برمیگردم خونه. صبر کن پسر جون. پسر تو چطوری دلت میاد بذاری بچه دست خالی بره خونه؟ آدمی بچه رو که میبینه با دلش کباب میشه. از صبح تا الانه که تو این بازار داره میچرخه دریغ از یه نفر که بیاد بگه این گاوه تو چند میدی. ای قربونم دل مهربون توسا. چی کار کنیم دیگه؟ من فقط به خاطر اینکه کارت را بیفته و دل شاد بری خونه حاضرم این گاوه تو ای جان 5 سکه بخرم. 5 سکه بابا او چه خبره؟ اب نداره پسر جون، اب نداره. بذار یه دفعه ما ضرر کنیم، عوضش این بچه دست خالی نمیره خونه. حالا خود دانی فکراتو بکن. 5 سکه. آقا اصلا 5 سکه بابا پسر خیلی خوب داره ازت میخره. آقا این قیمتش 50 پشیمون سکه بشه است. رفته گاوه به این گندگی. اصلا 5 سکه نمیشه. ببین اون رو نگاه کن. ایشا. برفوش. ببین برفوش پشیمون بشه رفته با. بدم 5 سکه رو. باشه قبوله. مبارکه. اینم 5 سکه. فقط صفر بگیر که گم نکنی. الهی خیلیشه ببینی. بریم پسر خیلی دیره. ول کن بندو. بریم که خیلی دیره. خیلی مواظبش باشیم. راه خوبیه. چشم خیالت راحت. خدا حافظ قاسم جان. این شیر نمیدم. شیر نمیدم. آقا سلام. ببخشید شما یه پسر بچه ندید با یه گاوی اینجا نباشه. بچه ها شما یه پسر بچه ندید با گاوی اینجا نباشه. بچه ها سلام. شما یه پسر بچه ندید با یه گاوی اینجا نباشه. سلام. خسته نباشید. سلام. ببخشید شما پسر منو ندیدین؟ پسرتون؟ بله یک گاو همراهش بود برای فروش آورده بود. آره اتفاقا یه پسره رو دیدم که با گاو اومده بود. پسر شما بود؟ بله آقا گاو فروخت. به کی فروخت؟ چند فروخت آقا؟ والا به کی فروخت و چند فروختشو نفهمیدم ولی وقتی داشت میرفت گاو همراهش نبود. ایداد بیداد خدا به خیر بگذرونه. خیلی ممنون. خدا نگهدار. سلام مادر، چقدر دیر کردی؟ بازار خیلی شلوغ بودش. ببینم گاو فروختی؟ آره فروختمش. خدایا شکر. بابا کجاست؟ میخوام بهش بگم که تونستم گاوو بفروشم. مادر انقدر دیر کردی رفته بازار دنبالت. بفرمایید. اینم 5 سکه. چند سکه؟ 5 سکه. تو گاو 5 سکه فروختی؟ خب بیشتر از این نمیخریدنش. نخرم برمیگشتی خونه. آخه 1000 تا ایران گذاشتم. بچه من جواب بابا تو چی بدم؟ گفتن که موهاش ریخته سوم شکافته. وای مراد سرت کلاه گذاشتن. مراد! تازه یه مرد خیلی خوبی. مراد کجایی بابا؟ برو حالا تا من یه چیزی به بابات بگم. مراد اومده خونه. کجاست این پسر؟ سلام. بله اومده. شما بشینید من یه چایی براتون علیک بیارم. سلام. چایی نمیخوام بابا. صداش کن بیاد ببینم.
گاو فروخته چیکار کرده بابا؟ آخه گاو فروخته بچگی کرده. گفتش که بزرگ شده که. من که بهتون گفتم باهاش برید، حرف منو گوش نکردی. مگه ندیدی نذاش باش برم؟ با این حال پا شدم رفتم. وقتی هم رسیدم اونجا گفتن گاو فروخته و رفته. حالا میگی چند فروخته یا نه؟ خودش خیلی ناراحته، منم کلی دعواش کردم. شما دیگه چیزی بهش نگو. هر وقت من اومدم به این بچه یک کلم حرف بزنم شما نذاشتی. من نذاشتم تو با مراد حرف بزنی. اصلا تقصیر خودته، باهاش نرفتی. گاو 5 سکه ازش خریدن. چند سکه؟ گفتی چند سکه؟ 5 سکه. پسر چطور شدی آتیش بزنی به مالمون؟ مگه من نگفتم خب حداقل 50 سکه میازه. بعد میخواد تاجر بشه، کار بزرگ بخواد بکنه. آخه چرا این میرم گاوو پس بگیرم. فکر کردی به این آسونی هست؟ خب برم بقیه پولشو بگیرم. گاو بردن و خوردن یه مشک دوغی هم روش. خب مرد، بچم از دست رفت. نمیشه که همینجوری دست رو دست بزنیم، باید یه کاری کنیم. اگه شما نمیای من چیه؟ باز میخوای تنها بری بابا؟ نه بابا، چه یه همچین حرفی زد داخل. بابا میشه این دفعه رو همراهم بیای؟ یه فکرایی کردم ولی نمیتونم تنهایی انجامشون بدم. حالا شما این دفعه رو باهاش بریم، شاید تونستیم یه کاری کنیم. باشه بابا برو. را بیا بری ببینم گاو بچه. را بیا بری. خدا به همراهتون. بابا بیشتر از اینا نمیارزه. خب نمیارزه نمیفروشم. بلم کن بابا جان تو این بازاری که کسی خریدار نیست ما خریداریم. ببین ما نیتمون خیره، ولی این خط راست کار ما نی. خب راست کارتون نیست نمیفروشم. بابا جان مالم ارزون میخرید خاطرید ارزون میخرید. شما لاغر مردنیه. بابا این خط عمر خوشی کرده، امروز فرداست که بره اون دنیا. تازه ای جان اگه خریدی با مارتی. آها ایشون باز خسارت بده. چی؟ شما هم خرمو بفروشم هم خسارت بده. آقا نمیفروشم. بابا یه دقیقه در رو چیگر میخرید. دار و نداره همین شما همین 2 نفر بودن این حرفا رو به منم زدن. ای داد بیداد، عجب آدم های شیادی هستن. این بنده خدا رو هم دارن فریب میدن. ای بابا مراد، این که مشرعیم خودمونه بابا. باید یه کاری بکنیم. ای داد بیداد، ای داد بیداد. آهای آقا، مراد آهای آقا، مراد چی کار میکنی بابا؟ بازم که داری عجله میکنی که. نگاه کن مراد، بله بجو تو حواسشون نیست، خر مشرعیم رو بردار ببر خونه. خب چرا؟ مراد جان مگه نمیبینی دارن فریبش میدن؟ الان وقتش نیست، بعداً برات تعریف میکنم، توضیح میدم. برو بابا برو بابا، بجو بابا. ببین پدر جان من حاضرم فقط به خاطر اینکه کارت را بیفته و این خرتو 2 سکه بخرم. خیلی خوب داره میخردن. همش 2 سکه. آخه میدونی این خر کدوم خر؟ این خر کدوم خر؟ این خرم کو خرش کو
وای خدا من چیکار کنم خرابو الان مشرعیم نگران نباش بابا خر جاش امنه مراد من برد خرتو بابا مراد برای چی برد؟ آخه کجا برد؟ مشرعیم جان اگه نبرده بود که الان فریبت دادن بلند شو بریم بابا نگران نباش جاش امنه مگه اینا رو نمیشناسی بابا بیا بریم تو را برات تعریف کنم داشتن فریبت میدادن بابا را بیا بریم بابا را بیا بریم برات تعریف کنم ای جان شاعر میگه چه میگه ای دوست مخور خربزه با پوست مخور خربزه با پوست اوستا من خیلی خوشحالم با چی؟ چون شما اوستامی پسر تا مگه زرنگ باشی یه روز عین من اوستا میشی یعنی میشه؟ میشه پسر پس این در رو داشته باش کجا رو؟ ای نور نخوار خربزه با پسره نه با پوست پسره پوست گاف چی؟ بود با چی؟ بابا میگم گاف یعنی بود با چی تو؟ بابا گاف بود بابا یعنی میگم بود اوه پسر بابا باشه پسر اونا بیریخ ریخته یعنی اگه ادیره گرفته به به لوتیای بامرام اوستا ماره میگه پسر با ما نیست ما که مرام نداریم اتفاقا با شما هستم اوه پسر دیگه نمیشه کاری کرد فهمیده و نمیشه در رفت سلام علیکم علیکم سلام علیکم پسر آقایون کی باشن؟ آقایون نمیشناسم اوستا منم تا الان ندیدمشون چطور یادتون نمیاد؟ من همونم که گاومو ازم خریدی. یادم اومد چی؟ خوب شد دیدمتون میخواستم ازتون تشکر کنم بابت خرید اون گاو پول خیلی خوبی گیرمون اومد مراد بابا را بیا بریم اوستا را دیگه بیا پول بریم خوبی گیرمون پسر دیدی؟ هر سکه طلا انداخت سکه طلا ای جان خرتون چند؟ فروشی نیست بنده خدا آقا خوب میخریم ها مثلا 10 سکه یه همچین خری رو 10 سکه میفروشه 15 سکه ارزش این خر خیلی بالاتر از این حرفاست براد اینا خریدار نیست بابا 20 سکه بابا اوستا چه خبره پسر 20 سکه پول یه خر معمولیه نه خری که سکه طلا میده این چی شد؟ بدم 20 سکه رو والا حقیقتش این خر فروشی نیست ولی حالا که اصرار میکنید باش میفروشمش به شما مبارک 20 سکه خیرشه ببینی مرد مهربون جانم روزی چند تا سکه میخره قربونم پوشم برم سلام سواد سکه میدم بابا حالا باید چی کار کنیم؟ اولین کاری که باید بکنیم بریم در خونه مشتعیم که نگرانه پول خرشو بدیم و از نگرانی درش بیاریم
2 تا خرگوش همرنگ. ببینم گاوا پس گرفتی، این زبون بسته ها رو میخوای چی کار کنی؟ گاوو به موقع پس میگیریم. من و مراد یه فکرایی داریم. بله قرار قبوله. خیلی خوب. پس شما تدارک شام ببین که امشب 2 تا مهمون داریم. مراد بابا. بله. شما هم کمک مادرت باش، من زودی برمیگردم. چشم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. دیدی چجوری سرمون شیر مالی خره سکه طلا نمیداد. یه دماری از روزگارش در بیارم که کیف کنه. استاد میدونی امروز میخوام چیکار کنم؟ چیکار کنی؟ میخوام کولاک کنم. فقط شما اینجا رو داشته باشید چیکار میکنم. آری کلا منتظر یه بار بعدم استاد کولاک کن. ببخشید. آری کلا بعد استاد. آهای کلا بردار. سر ما کلا میذاری؟ ما خودمون سر همه کلا میذاریم. چی شده؟ چه خبره؟ دیگه میخواستی چی بشه؟ خرت سکه طلا نمیده. سکه نمیده؟ بله. مگه میشه؟ حالا که شده. حالا که چیزی نشده. را بیافتید بریم ببینم چرا سکه نمیده. را بیافتید بریم. بشین. ای بابا، مگه من به زور به شما فروختم بنده خدا؟ شما خودتون اصرار کردین. بشین. بابا میخوام پولتون رو پس بدم. پاشو. به زور که به شما نفروختم بابا. خیلی خوب، الان پولشو پس میدم. والا حقیقتش الان اینقدر پول همراهم نیست. نه ولی بشین. اصلا میدونی چیه؟ چیه؟ تشریف بیارید بریم منزل، هم پولتون رو پس بدم هم شام در خدمتتون باشم. پاشو. بشین. بابا استاد میگه شامه، بریم شام در خدمت. اون شکمت میگیری یا من جلوشو بگیرم؟ نه میگن گفت شام در. لازم نکرد آقا، شما همون پولای ما رو پس بدی کافیه. دیر وقته تا برسیم شب گذشته. چه دیر وقتی آقا؟ من پیک دارم میفرستم منزل خبر بدن. پیک؟ بله، همین خرگوشه رو میگم. بیا برو بابا، بیا برو منزل خبر بده 2 تا مهمون عزیز داریم تدارک شام ببینن. بوده بابا، بودو الان راهیش میکنم بره. بیا بابا، بیا. برو بابا، الان راهیش میکنم بره. جلل خالق. یعنی واقعا رفت خبر بده؟ بله، یعنی این خرگوشه زبون آدمیزاد میفهمه؟ تربیت شده است بابا. من که باورم نمیشه. اگه باورتون نمیشه تشریف بیارید بریم منزل، از نزدیک خودتون ببینید، شام هم در خدمتتون باشیم. بفرمایید. استاد بفرمایید. میگه بریم از نزدیک ببینیم هم شام در خدمتتون باشیم. خب هم بریم از نزدیک ببینیم هم شام استاد هم شام در خدمتتون.
بفرمایید. ببخشید مزاحم شدی. ببخشید بیخبر مزاحم شدی. بی خبر که نبودیم. آقامون پیک فرستاده بودن خبر داده بود. اوستا خرگوشه است. آره پسر خود خرگوش است. واقعا خبر آورده. همه چی هم که آماده است. غزال دهن افتاد بفرمایید. بیا بابا چی؟ با لیوان بخورمون. چی؟ خب حالا بریم سر اصل مطلب. کدوم مطلب؟ خر دیگه، مگه نگفتید سکه نمیده پولشو بدم؟ آقا خر دیگه، چه سکه طلا بده چه نده. آره عیبی نداره. دیگه دارین تعارف میکنید. من یه پیشنهاد بهتری دارم. بفرمایید. ما تو معامله قبلی ضرر کردیم. البته ایرادی نداره اگه شما یه محبتی بکنین و این خرگوش جای اون خر به ما بدین همه چی درست میشه. آره میشیم حساب بی حساب. والا چه کنم، مهمونی دو عزیز، ولی حقیقتش این خرگوش مال بدجوری چشه این رفیق ما رو گرفته. نگاه کن بچه چشش به خرگوشه گرفته. باش، حالا که اصرار میکنید این خرگوشو میدم به شما. برو بابا. دست اون شما خرگوش در وقتی که در نکنه. جمع کنید. خیلی از من نخوادم اصلا. دست شما در نکنه. دست شما در نکنه. دست شما در نکنه. خیلی زحمت کشید. خیلی خوشمزه بود. خیلی ممنون و متشکر از شما. میدونی اگه این خرگوش رو به دست بیاری میدونی چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ میتونیم ازش پول در بیاریم. چجوری؟ حالا بهت میگم صبر کن تا ببینی. برو تو ورد بیا. دست شما در دست شما در نکنه. دست شما در نکنه. خیلی خوشمزه بود. بازم میان. خیلی ممنون متشکرم. خدا به همراه. بازم میای؟ اگه برگشتن چی کار کنیم؟ والا اگه برگشتن دیگه منم نمیدونم والا چیکار کنیم. آهای مردم شهر به گوش باشید. آهای مردم شهر به گوش باشید. اسب جناب حاکم گم شده. هر کسی که اسب رو پیدا کنه 1000 سکه طلا پاداش میگیره. آها مردم شهر به گوش باشید. آهان فهمیدم اگه برگشتن چی کار کنیم. میخوای چیکار کنی بابا مراد؟ بابا هنوز اون نی قدیمی رو داری؟ نی. تو صندوقه. میخوای چیکار کنی پسرم؟ یه فکر بکر دارم. جونم اوستا. اینه چجوری خرگوش رو از چنگشون کشیدن بیرون. اوستا یه کاری باهات دارم. چیکار؟ خیلی نازه. خیلی نازه. خیلی نازه. بسر جونم اوستا. چی؟ من با این خرگوش میرم یه جایی یه کاری دارم انجام میدم و برمیگردم. شما چیکار میکنی؟ میری خونه منتظر میمونی تا برات خبر بیارم. اوستا نمیشه منم بیام؟ نه شما باید بری خونه منتظر بمونی تا برات خبر بیاد. چشم. یادت نرا. خدا برو بسر. نوکرتم. دل خودمه. نوکرتم. ای جان خرگوش خوش خبر تو باید منو به پول برسونی ها. پول در بیارم. خبر نداری از دلم. وای 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 خرگوش ناز خوشگلم. وای 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 بیا بشین کنار من. وای 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 ببین تو حال زار من. وای 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 وای
کن تا من پیشش عزیز بشم بوره که نه مبید بشم تو پیکی و خوشخبم غم رو از این دل ببر شاید دری به تخت خود به دل اون رحمی آورد الان که بیاد و رد بشه مغازه هام بسته بشه میرم جلوش خودمو مظلوم میکنم میگم آقا رحمان مهربون من گشتم پشیمون میخوام بگیرم سر و سامون میشه که منزل من بشی مهمون میخوام دخترشو بگیرم پولاش از چنگش در بیارم سلام عرض شد آقا رحمان سلام بازم تو؟ من که گفتم جوابم منفیه که اجازه بده توضیح بدم خدمتتون توضیح بدی چی بشه؟ که نظرتون راجع به بنده عوض بشه اشتباه به عرضتون رسوندن آقا رحمان توضیح بده ببینم چی میخوای اینجا که نمیشه تشریف بیارید منزل اونجا در خدمتتون باشیم باشه برای یه وقت دیگه چه وقتی بهتر از الان آقا رحمان چه وقتی بهتر از الان فقط شما اجازه بدید من پیک روونه منزل کنم بعد تشریف بیارید پیک؟ بله همین خرگوش که میبینید خبر میبره زبون آدمیزاد میفهمه قابل شماره نداره اصلا پیشکش میکنم خدمت شما من که باورم نمیشه الان که روونه کردم باورتون میشه خبر میبره اجازه بدین برو خبر بده که آقا رحمان مهربون دارن تشریف میارن تدارک مفصل ببینن برو خرگوش خوش خبر رفت خبر بده آقا رحمان تا من و شما برسیم و همه چیز آماده و مهیاست بفرمایید من کار باشه این آخرین فرصت گرفتم اگر این دفعه دست از مختصر کنی من بگیرم من مختصر بگیرم تدارک مفصل تدارک پیک میفرست تدارک مفصلت اینه اینجا که سوت و کوره که اشتباهی شده الان درستش میکنم بفرمایید آقا رحمان شما تا خستگی در کنید همه چی درست میشه بفرمایید خواهش میکنم شما بفرمایید بشین سر چرا گرفتی خوابیدی آقا رحمان تشریف آوردن آقا رحمان مهربون پدرسان آیندم بلند شد دیگه پسر مگه خرگوشه برات خبر نیاورد مگه نگفتم غذا رو آماده کن سفره رو پهن کن چرا گرفتی خوابیدی تو بلند شد دیگه پسر آقا رحمان تشریف آوردن آقا رحمان آقا رحمان بله استاد بله همون آقا رحمان که میگفتی خیلی بد اخلاقه استاد همون که میگفتی خیلی بیریخته استاد همون که میگفتی اگه دخترشو بگیری پول در میشی که من بد اخلاقم آره من بیریختم میخوای دختر منو بگیری که پولدار بشی اگه یه بار دیگه فقط یه بار دیگه نزدیش خودم ببینمت کاری میکنم که اسم خودت هم یادت بره فهمیدی؟ پس فهمیدی آقا رحمان رفت همین نقشه به باد رفت بدبخت شدم پوله از چنگم پرید ای وای بیچاره شدم
از اون موقع تو گرفتی خوابیدی؟ اوستا ها؟ یه خوابی دیدم. چه خوابی دیدی؟ آقا رحمان اومده بود. خواب خیلی عصبانی بود. اه؟ آره. منم یه خوابی واسه تو دیدم. تو اونم آقا رحمان عصبانی بود. هم آقا رحمان عصبانی بود هم اوستاد وای عصبانی وای بود. چه خواب بدی دیدی اوستا. آره، چی کجا کشیدی تو خواب؟ دیدی؟ خیلی ترسیده بودی؟ آره. گرفتی خوابیدی؟ چی؟ مگه خرگوشه برات خبر نیورد؟ کدوم خرگوش؟ مگه نگفتم من و آقا رحمان داریم میایم سفره رو بنداز؟ چی گفتی؟ مگه نگفتم همه چیزو آماده کن؟ گرفتی خوابیدی؟ خرگوشه رو کجا بردی؟ گمش کردی؟ کدوم چه خرگوش؟ بلایی سرش کدوم بردی؟ خرگوش؟ یه کاری میکنم خوابیدن یادت بره. صبر کن. آقا چه خبره تمامی در خونه ما خرگوش را انداختی؟ چی شده بابا توضیح بده ببینم چی شده. خرگوش چیه تعریف کن ببینم بابا. این خرگوش ما اینجا نه. نه برای چی باید اینجا بیاد؟ درست توضیح بده ببینم چی شده. بابا این اوستا اینو پیک فرستاده بود. یعنی همون خرگوشه خب خرگوشی که تو دارم حرف میزنم. خرگوشی که تو را میومده خب نگو من خواب بودم. خب این دارم صحبت میکنم. خب این خرگوشی که اومده بوده من متوجه نشده بودم. خب دارم حرف برای سنه گرفتی بابا چی شده بابا؟ دیگه میخواستی چی بشه؟ اگه این نگرفته بود بخوابه خرگوشه گم نمیشد. بعد من جلوی آقا رحمان آبروم نمیرم. بدبختم کرد بیچارم کرد. بابا آروم باشید ببینم چی کار میتونیم بکنیم آخه. اگه اجازه بدید من میتونم با این نی خرگوشتون رو پیدا کنم. بله بابا خرگوش ما گم شده تا جسقل بچه میخوای برای من نی بزنی؟ آقا این که یه نی معمولی نیست. بله با اینه هر گم شده ای پیدا میشه. مگه میشه؟ بله میشه، فقط شرطش اینه که شما بذارید مراد کارش انجام بده. برو بابا مشغول شو انجام باش. بده. بفرمایید. فقط وای به حالت. وای به حالت اگه خرگوشه پیدا نشه. من میدونم و تو میدونی یا من. پیدا میشه. پیدا میشه. مراد جان بابا مشغول شو. شروع کن بابا. خرگوشه خیلی کار درسته اوستا خرگوشه آره پسر خون خرگوشه است. نیا رو که زد خرگوشه پیدا شد. خیلی کارش درسته. ولی من جواب آقا رحمانو چی بدم؟ بهش بگم چی شد؟ بگم خرگوشه کجا رفت؟ بگم چرا سفره رو ننداخته بودن ها؟ به چی بهش بگم؟ جوابشو چی بدم ها؟ اوستا ها؟ بابا نه یا بچسب. چجوری نیا بچسبم؟ با این نه میتونیم اسب جناب حاکم رو پیدا کنیم و سکه های طلا رو بزنیم به تیر. تو یه نادونم بعضی موقع اون کلت کار میکنه ها. شاگردتم پسر یه فکری زد به سرم. چی؟ الکی گریه کن. کار کنم؟ الکی گریه کن. گریه کن. اینا گریه کن. چی شده؟ چرا گریه میکنید شما آخه؟ خرگوشتون که پیدا شده. آره خرگوشمون پیدا شد. ولی این رفیق ما یاد برادر و دو قلوی گم شدهش افتاد. داداش گلم حالا چه کاری از دست ما برمیاد؟ ما داشتیم فکر میکنیم یعنی یه روزی میشه که اینم برادر گم شدهشو پیدا کنه. یعنی میشه. داشتیم فکر میکنیم اگر میشد که اگر میشد که اون ای جان نیرتون چند فروشی نیستش. نمیفروش. آقا خوب میخریم این ای جادوییه، قیمت نداره. رفیق ما رو نگاه کن. خب یه کاری میشه کرد. چی؟ دو روز نیو به این آقایون قرض.
احسن به شما از خانم. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. ولی یه شرطی داره. چه شرطی؟ شرطش اینه که 2 روز دیگه صحیح و سالم برش گردونی. قول میدیم 2 روز دیگه صحیح و سلامت پسش بیاد. بله. باشه. بفرمایید. دست شما درد دست شما درد نکنه. اینجا چه؟ پسر با این نمیتونیم اسب جناب حاکم رو پیدا کنیم و 1000 سکه اینطورا بگیریم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. اومدم داداش گلم اومدم. بابا خرگوشتون رو جا گذاشتین که. حالا کجا رفتن با این عجله؟ رفتن تا با اون اسب حاکم رو پیدا کنن. با اون شکایتی که ما پیش حاکم بردیم تا برسن اونجا کارشون تمومه. حالا وقت پس گرفتن گاوه. راه میافتید بریم بابا. راه میافتید. ارادت دارید شاکر شما، مخلص شما، فدای شما، برای شما، بسیار خوب، ارادتمند شما. هدایت میکنه. بس اکی رفتیم فرمایید. جناب حاکم، ما با این نیت حالا 100 تا گم شده پیدا کردیم. آره این 101میه. شنیدیم اسب شما گم شده ها. آب دستمون بود گذاشتیم زمینه اومدیم گفتیم تا خاطرتون مکدر نشده اسبتون رو براتون پیدا کنیم. البته اسب ما یه چند روزی هستش که گم شد. شرمنده جناب حاکم، ما خبر نداشتیم. البته جناب حاکم یه موقع فکر نکنی ما به خاطر اون سکه طلا اومدیم ها. نه به خاطر اون قربان سکه و پول چه ارزشی داره قربان؟ همین که اسب شما پیدا بشه دلتون شاد بشه برای ما یک دنیا ارزش داره قربان. بسیار خوب، پس چرا معطل هستید پیداش کنید؟ از سایه پسر جونم اوستا. ای جان بده اون نیا. اوستا ها؟ بگیری نیا. الان براتون پیداش میکنیم. الان پیداش میکنیم. بزن اوستا بزن. چی شد پسر پیدا شد؟ الان پیدا میشه بزن. چی شد پسر پیدا شد؟ الان پیداش میکنیم. الان براتون پیداش میکنیم. نفود دیگه نمیتونم بفودم. یعنی فودم نمیتونم. چی شد؟ پسر پیدا شد. آره همشون با هم پیدا شدیم. چه خوب. چه نه جناب حاکم، همه چی پیدا شد غیر از اسب شما. میدونی چرا پیدا نشد؟ چرا؟ چون دیروز پیدا شده بود. چرا زودتر نگفتی در خدمتتون مرخصی کنه؟ کجا با این عجله؟ حالا تشریف داشتید، در خدمتتون هستیم. پسر گیر افتادیم پسر. پسر یه دفعه باید دور بزنیم. ببینم شما این پسر رو میشناسین؟ کدوم پسر رو؟ نه جلوتر بیا پسر، جلوتر بیا. برو مادر برو. مراد برو جلو بابا. برو خوب جلو. نگاش کنید.
الان که خوب نگاش میکنم فکر میکنم یه جایی خدمتشون رسیده باشه. البته خیلی کوچولو. نه خیر، خیلی هم حسابی به خدمتش رسید. من همونم که گاوم و مفص جنگم در آوردید. گاو نه گاوم یادم نمیاد. یادتون نمیاد. نه گاوم یادم نه. خب ببینم این مرد چی یادتون میاد؟ این مردم نه خب من یادتون میارم. به کمک این مرد، البته جناب حاکم، با کمک پسرم مراد. بله به کمک این مرد و پسرش شما آدم‌های بد و خلافکار به چنگ قانون افتادید. شما این که همیشه دست قانون فراری بودید ولی دیگه راه فراری ندارید. جناب حاکم اجازه بدید من توضیح بدم خدمتتون. یادتون نکرده. دارید چیکار می‌کنید؟ میدونید هر روز چند تا شکایت از دست شما به دربار ما میرسه؟ همه مردم این شهر از دست شما شاکیه. بفرمایید جناب حاکم. همه تقصیر این بود. این همه نقشه رو می‌کشید. این بود. ای آدم بود. کی بود التماس می‌کرد می‌خواست با من کار کنه ها؟ جناب حاکم اینا خودشون دروغگوان. این مرد رو ببینم خرم سکه طلا میده، نمیدونم خرگوشم خبر میبره، گاوم روزی خیلی خوب. بسه آقا بسه. این مرد و پسرش قبلا همه چیزو برای من توضیح دادن. جناب حاکم، ما خواستیم با این کارمون هم یه درسی به پسرمون داده باشیم، همون دو نفر رو به سزای اعمالشون برسونیم. تو میزنه. شما به بچه همه چی با هم داد دادن. جناب حاکم من فقط گاوم میخوام. جناب حاکم گاوش چه طبیعی است، صحیح و سالم. قول میدی پسش بیاریم، فقط شما عفو بفرمایید. جناب حاکم، این 5 سکه‌ایه که بابت خرید گاو به پسر من دادن. گاو 50 سکه‌ای رو به 5 سکه خریدم. البته قابل که نداره. قبل از اینکه پول رو بهتون بدم شما باید حواستون باشه. باید حق همه مردم رو پس بدید، مخصوصا حق این پسر رو. بعدش هم برید به محکمه تا به مجازات اعمال زشتتون برسید. جناب حاکم اشتباه کردیم، نادونی کردیم. شما ما رو بفرمایید. بالاخره گاومون رو از اینا پس میگیریم. پسرم مراد، هنوزم میخوای یه کار کاسبی درست حسابی داشته باشی؟ میخوای مادر؟ بله ای بابا، ولی قبلش باید خیلی چیزا رو یاد بگیرم. قبلا بچه بودی بی غم و بی غصه بودی، خوش بودی و بی جنک، بزرگ شدی کم کمک. در اومدی رسمیه، گفتی دنیا همینه، همش تو شوق پرواز، تو فکر کشف یک نام، درسته که کاشفی به پا به دام نیفتی، به پا به دام نیفتی، به پا به دام نیفتی. یادت باشه شاملو رو شاعر بزرگو چی گفت؟ دنیای ما بزرگه پر از شغال گرگه، یادت باشه هر کجا برکشیدی بی هوا، میتوشه و بی همراه راه تو میشه ویران، میتوشه و بی همراه